خیالت راحت به پات میمونم عشقم تیم بود؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ دستت چی شده؟ مرخصی ندادم بمونم، طبق معمول دلم طاقت نیورد. یه کار کردم خودشون بفرست که خیر سرم مثلا شب عید کنارت باشم. پیمان اصلا اونجوری که تو فکر میکنی نیست. این پسر فقط دوست اجتماعی منه، در حد بیرون رفتن و اینا با همین. به خدا خیلی درد داری.